رضا عطاران بازیگر خوب سینما و تلویزیون در 20مین روز از اردیبهشت ماه سال 1347 در یکی از محله‌های قدیمی شهر مشهد متولد شد. این بازیگر علاوه بر بازیگری در زمینه‌های دیگر مثل کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی و خوانندگی نیز فعالیت دارد. رضا عطاران فرزند سوم خانواده است و 2 خواهر بزرگتر از خودش دارد و پدرش اصالتاً اهل کاخک دوناباد می باشد. زمانی که سن کمی داشته مادرش در زلزله کاخک فوت شده است. رضا عطاران بعد از اینکه دیپلم خود را در رشته اقتصاد گرفت برای ادامه تحصیل راهی تهران شد و در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران رشته طراحی صنعتی را انتخاب کرد و به تحصیل پرداخت، اما به خاطر علاقه‌اش به هنر و بازیگری دانشگاه را رها کرد و به سینما روی آورد. رضا عطاران در سال 1373 با خانم فریده فرامرزی بازیگر سینما ازدواج کرده ولی تاکنون دارای فرزند نشدند. فریده فرامرزی یکی از بازیگران سینما است که توانسته برای بازی در فیلم صندلی خالی نامزد سیمرغ بلورین نقش مکمل زن جشنواره فجر شود. رضا عطاران و همسرش در فیلم‌های استراحت مطلق، صندلی خالی و سریال بزنگاه همبازی بودند و در فیلم استراحت مطلق و سریال بزنگاه نقش زن و شوهر را ایفا کردند. رضا عطاران فعالیت هنری خود را با بازی در تئاتر حسن حامد در سال 1361 آغاز نمود. عطاران در سال 1369 با بازی در مجموعه تلویزیونی بیداران به کارگردانی اصغر عبداللهی برای اولین بار در تلویزیون دیده شد. پس از آن با ایفای نقش در سریال پرواز 57 از ساعت خوش مهران مدیری به شهرت رسید و در عرصه بازیگری پیشرفت کرد. اولین حضور عطاران در فیلم سینمایی کلید ازدواج در سال 1376 آغاز شد و سیندرلا عنوان دومین کار سینمایی عطاران بود که در سال 1380 رقم خورد. عطاران بعد از آن در فیلم‌هایی مثل کلاه قرمزی و سرفناز، هوو و کلاهی برای باران فعالیت بازیگریش را در سینما ادامه داد. عطاران بعد از بازی در سریال‌های سال خوش، سرزمین سبز و دنیای شیرین در سال 1378 اولین فعالیت خود در زمینه کارگردانی را با مجموعه تلویزیونی مجید دلبندم رقم زد. عطاران در این سریال علاوه بر کارگردانی و نویسندگی به عنوان بازیگر هم حضور داشت. مجید دلبندم داستان عروسکی دست دراز به نام مجید است که با شیرینکاری‌هایش هر بار ماجرای تازه‌ای را خلق می‌کند. این سریال در گروه کودک و نوجوان تولید شده و با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. رضا عطاران با ساخت و بازی در سریال‌های خانه به دوش، متهم گریخت، زیب خنده، بزنگاه، کوچه عقاقیا، ترش و شیرین به شهرت فراوانی رسید. رضا عطاران با بازی در فیلم‌های طبقه حساس، رد کارپت و کلاشینکوف و سودآوری 1.6 میلیاردی در سینمای ایران لقب سودآورترین بازیگر را در سال 1393 از آن خود کرد. او با نقش آفرینی در فیلم نهنگ عنبر، نقش ارژنگ صنوبر، من سالوادور نیستم، مصادره و هزار پا با استقبال خوبی از طرف مردم روبرو شد.